سرخط خبرها. بازداشت یک تاجیکستانی برای کشتار در روسیه. بحث کودکی که اهالی تاجیکستان را به 10 میلیون رساند و نارسایی طبیبان در تاجیکستان. سلام بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیم شما می شود. امروز 28 ایول است. دوام 6 ماه سال جاری 674 طبیب و 1350 همشیره شفقت به مهاجرت کوری رفتند. در این باره جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در نشست مطبوعاتی خبر داد. اما وزیر تندرستی اقرار شد که آنها نمی توانند گویند که در این کشورها از روی اختصاص کار می کنند یا به دیگر کار گذاشتند. او سبب ترک کردن طبیبان و همشیره های طبی را پیشنهاد شدن برنامه های مخصوص و امتیازها از جانب کشورهای دیگر مخصوصا همسایه معنی داد کرد. وزیر تندرستی گفت در کشور از همه بیشتر طبیب اولوی، انستزیولوگ، ریانیماتولوگ، پدیاتر و انستزیولوگ ها نمی رسند. به اطلاع وزارت تندرستی در تاجیکستان بیش از 4000 طبیب و همشیره طب نمی رسند. در همین حال خود کارمندان ساحه طب سبب ترک کردن کار و کم بودن معاش می گویند. طبق اطلاع رسمی حالا در مؤسسه های طبی تاجیکستان 20797 طبیب و 6329 کارمند میانه طب کار می کنند. رئیس تفتیشاتی ولایت نوسیبیرسک روسیه دیروز 27 ایول ثبت نوار کوتاهی را از بازپرسی شهروند 27 ساله تاجیکستان نشر کرده است. این جوان که خوشنود همرویف نام داشته در نوسیبیرسک خود را رمان معرفی کرده است، با اتهام کشتار بیرحمانه دوست دختر سابقش اناستاسیا 17 ساله دستگیر شد. اناستاسیا شب 26 ایول در جنوب شهر نوسیبیرسک با دست کم 15 ضربه کارد کشته شده است. خبرگزاری ریا نووستی خبر می‌دهد که لحظه کشتار در تجهیزات ثبت ویدیویی ماشینی از نزدشان گذشته ایستاده ثبت شده است. این حادثه در نزد راننده اتوماشین و یک شاهد دیگر رخ داده، لیکن آنها از نزدیک شوی به جنایتکار مسلح ترسیدند. پس از کشتار جنایتکار از جای حادثه فرار می‌کند، اما روز 27 ایول گمانبر شده در ناحیه لنین نوسیبیرسک بازداشت شده است. شاهدان بازپرسی شده وزارت کارهای داخلی معین کرده است که همرویف قبلا برای لطاکوب و تهدید کشتن به جوابگری جلب شده بوده است. وزیر تندرستی تاجیکستان تصمیم معین کردن شخصیت شهروندی 10 میلیون نفری این کشور را چون جریان شفاف حمایت کرد و گفت که انتقادها در شبکه‌های اجتماعی در این زمینه اساس ندارند. مقامات در تاجیکستان گفتند که روز 20 ایول در تولدخانه رقم 2 شهر دوشنبه طفل چشم به دنیا گشاد که اهالی تاجیکستان را به 10 میلیون نفر برابر کرد. والدان پسر بچه نوزاد ساکنان پایتخت هستند و اکثر تنقیدها محض از زاده شهر دوشنبه بودن این کودک ربط میگیرد. کاربران در شبکه‌های اجتماعی حساب طفلی که اهالی را به 10 میلیون رساند عادلانه نمیدانند. به گفته آنها نوزادانی که سالهای پیش اهالی را به 7، 8، 9 و 10 میلیون رساندند همگی در شهر دوشنبه تولد شدند و این شبهه برانگیز به نظر می رسد. گزارش مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین را همراه می بینیم. از مقدار تولدخانه شهر دوشنبه برتریت دارد. بحث نوزادی که به گفته مقامات اهالی تاجیکستان را به 10 میلیون رساند، خبرنگاران میپرسند چرا نوزادانی که سالهای پیش اهالی را به 7، 8، 9 و 10 میلیون رساندند همگی در شهر دوشنبه تولد شدند. در شهر دوشنبه ببینیم امروز 4 تا مؤسسه شهری تولدخانه شهری، یک تا جمهوریوی 730 کتی تولدی در شهر دوشنبه است. ما اگر مثال بیاریم امروز مرکز ولایت سوخت شهر خوجند 183,000 اهالی تولدخانه ولایتی است. اگر 210 کت تولدخانه شهری است 45 یا 50 کت 160 170 کت. مرکز ولایت خطلون 110 کت تولدخانه ولایتی 45 کت تولدخانه شهری 150. تولدخانه رقم 2 شهر دوشنبه
روز 23 ایول در اینجا نوزاد به دنیا آمد که به گفته مقامات اهالی تاجیکستان را به 10 میلیون رساند. والدان پسر بچه را فردوس نام گذاشتند. فریدون براتوف و مغفرت شاکر و ساکن ناحیه شاه منصور پایتخت هستند. مادر طفل خانشین و پدر طفل به گفته خودش مهاجر است. من از خود هیجان من باور نداشتم که چه به یک کس رفتم و بلیط خود را گرفتم و بس عملیات چه من اومدم و همه چی این هیجان بود. بعد اینکه ما عائله‌دار شدیم بعضی زندگی ما خیلی سوس بود. ما خانه استقامتی خودمان را نداشتیم. کاربران در شبکه‌های اجتماعی حساب طفلک اهالی را به 10 میلیون رساند عادلانه نمی‌دانند. وزیر تندرستی جامعه را باور می‌کناند که روند شفاف بود. همین روز 23 ما ساعت همین را معین کردیم. به همین خاطر ما سپارش دادیم که در تمام جمهوری از ساعت 12 تا ساعت 1 تولدی که می‌شود اخبارات و وزارت تندرستی پیشنهاد کند. او وقتی که همین 3 مینوتایی که باید 10 میلیون کودک تولد میشد الکی وزارت تندرستی میدونست. ما او وقت پیشنهاد کردگی نبودیم. همین وقتی که تولد در شهر دوشنبه شد اخبارات و وزارت تندرستی اومد ما اون جمع کردیم. بعدا تحلیل کردن که از ساعت 12:27 تا 12:30 باید 10 میلیون کودک تولد میشد. همین با مؤسسه یعنی تولدخانه رقم 2 شهر دوشنبه یعنی راست آمد. برخی منقدان میگویند یک سبب بحث برانگیز شدن چنین تصمیم‌ها در آن است که معمولاً برای چنین کودکان جشنی حکومت پاداش‌های خوب می‌کند. این نوبت هم مقامات گفتند با عائله براتوف‌ها پرزیدنت تاجیکستان در یک بنای نوساخت منزل 3 حجره‌ای تقدیم نموده است. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. وان ای وزیر کارهای خارجه جمهوری مردمی چین با سفر رسمی به تاجیکستان می‌آید. طبق خبرگزاری دولتی این کشور سینخوا خبر داده است سفر با دعوت وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراج‌الدین مهرالدین صورت می‌گیرد. با اطلاع منبع در جریان سفر به تاجیکستان وان ای همچنین از کشورهای همسایه ازبکستان و قرقیزستان بازدید خواهد کرد. از جزئیات سفر وزیر کارهای خارجه چین وان ای به 3 کشور آسیای مرکزی معلومات داده نشده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده با تکیه به اگنتی هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که روزهای 29 ایول تا 1 آگوست سال روان در قلمرو جمهوری گرمی هوا کمی کاهش می‌یابد. اما در خبرنامه این کمیته از احتمال خاکباریش هم خبر داده شده است. به اطلاع کمیته امروز 28 ایول در نتیجه هوای گرم در حوزه دریاهای 5 وخش و زرافشان خطر بالاروی سطح آب تهدید می‌کند. وابسته به این کمیته حالتهای فوق‌العاده ساکنان خواسته است که هرچی بیشتر احتیاطکار باشند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرمان بخازاده همراه می‌بینیم. 28 ایول سال 2005 در یک قرار بی‌سابقه دادگاه ژورنالیست منعقد حکومت جمعه طالب را به 2 سال زندان محکوم کرد. او را در برآمدن از حد وکالت خدمتی و نقض قانون دخل ناپذیری منزل گناهکار کردند. زندانی شدن ژورنالیست موج انتقادها را در داخل و خارج برانگیخت. نهایت بعد نیم سال به آزادی برآمد. 28 ایول روز جهانی گپاتیت است و در تاجیکستان هم کمش 10,000 نفر از این بیماری سرایتی اذیت می شوند. طبیبان یک سبب پهنشوی آن را در نبود دسترسی به آب پاک می نامند. 28 ایول سال 2011 مقامات آژانس مبارزه با نشه گفتند آوازخوان معروف سهراب سفرزاد از استفاده امفیتامین که در ترکیبش مقدار کمی مواد مخدر دارد فوتیده است. سهراب سفرزاد که او را موین تاجیک هم میگفتند در 30 سالگی و در اوج معروفیت کسبیش ماه دکبر سال 2010 درگذشت. خانواده او علت مرگش را سکته قلبی گفته است. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی 167 سومونی و 90 درم و 100 دلار آمریکایی به 1266 سومونی و 40 درم برابر است. بینندگان عزیز، این قرب رسمی است. در بانک‌های تجارتی قرب اسعار خارجی می تواند فرق کند.
بینندگان عزیز تشکر که ما را همراهی کردید. خیر، خدا نگهبانتان.